سلام همراهان گرامی آوای حکمت. حکایت سلطان محمود غلام زیرکش. سلطان محمود غلامی داشت که اسمش ایاز بود. ایاز برای سلطان محمود بسیار عزیز بود. در زمانهای قدیم که برده فروشی رواج داشت، در جنگها که از دشمن اسیر می گرفتند، آنها را می بردند به شهرهای دیگر و به عنوان برده و کنیز می فروختند. ایاز هم مردی بود که در یکی از جنگها اسیر شده بود و دست روزگار او را به دربار سلطان محمود غزنوی رسانده بود و در آنجا خدمت می کرد. اما از بس باهوش، زرنگ و درستکار بود، روز به روز در نظر سلطان محمود عزیزتر شده بود تا اینکه جزء ندیمان سلطان و محرم اسرار او شد. چون ایاز همیشه و هر کجا همراه سلطان محمود بود، دیگران به او حسادت می کردند و می گفتند چه معنی دارد که سلطان به یک غلام اینقدر محبت کند و او را در همه کارها دخالت بدهد و چون حسادت نمی گذاشت خوبی ها و درستکاری های ایاز را بشناسند، تهمت هم می زدند و می گفتند سلطان محمود عاشق ایاز شده است. سلطان محمود بارها هوش و درستکاری ایاز را امتحان کرده بود و فهمید که ایاز یک سر و گردن از بقیه بالاتر است. یک روز سلطان محمود و همراهانش و ایاز سوار بر اسب می رفتند تا به صحرا رسیدند و سلطان محمود فکری به خاطرش آمد. کیسه بزرگ سکه طلا که به همراه داشت را باز کرد و مشت سکه ها را روی زمین ریخت و بدون آنکه به پشت سرش نگاه کند می رفت. وقتی چند دقیقه گذشت، سلطان پشت سرش را نگاه کرد و دید همه کسانی که پشت سرش بودند عقب ماندند و تنها ایاز همراه اوست. سلطان از ایاز پرسید یاران کجا هستند؟ ایاز گفت آنها از پشت سر می آیند، در حال جمع کردن سکه ها هستند. سلطان گفت پس چرا تو دنبال جمع کردن سکه ها نرفتی و با من ماندی؟ ایاز گفت آنها نعمت دیدند و خدمت را فراموش کردند، اما من وظیفم خدمت است و در سر کار خودم حاضرم. سلطان گفت وقتی میبینی مال من در صحرا در حال از بین رفتن است، نباید به فکر چاره‌ای باشی؟ ایاز گفت چرا؟ اگر کیسه سوراخ میشد و سکه ها میریخت، من بایستی شما را خبر میدادم، اما وقتی میبینم شما به خواست خود آن را در صحرا میپاشید، فکر کردم مصلحتی در این کار است. سلطان گفت مگر ممکن است پاشیدن سکه در صحرا مصلحتی داشته باشد؟ ایاز گفت به هر حال من شما را صاحب عقل میدانم و چرا ممکن نیست؟ مثلا زمانی که دشمنی پشت سر باشد، ممکن است طمع جمع آوری سکه ها فاصله دشمن را زیاد کند. سلطان گفت اگر دشمن در تعقیب نباشد چطور؟ ایاز گفت وفای دوست را میتوان شناخت. در حال با این آزمایش ها روز به روز ایاز در چشم سلطان عزیزتر میشد و این بود تا یک روز میخواستند به شکار بروند. سلطان محمود 20 نفر از امیران و همراهان را دعوت کرد و گفت فردا به شکار میرویم، آماده باشید. روز بعد که به قصد شکار از شهر خارج شدند، امیران که می‌دیدند ایاز همه جا دوش به دوش سلطان و جلوتر از آنها می‌رود، ناراحت شدند و گفتند این وضع خیلی بد است. سلطان این غلام را با خود به همه جا می‌برد، حتی شکار، در حالی که ما همه از او داناتر هستیم و معلوم نیست فایده او در شکار چیست. بعد یکی را از بین خود انتخاب کردند که برود با سلطان صحبت کند و بگویند چرا این غلام در همه جا با او است و جلوتر از همه پیغام خود و امیران را به سلطان گفت.
سلطان گفت درست است. حالا که اینطور است آزمایشی می کنیم تا این موضوع روشن شود. اگر من اشتباه می کنم بدانم، اگر هم حق با من است گلایه ها از بین برود و حقایق آشکار شود. بعد سلطان فرمان ایستاد و درختی را که 1 میدان فاصله داشت را به ایاز نشان داد و گفت گوش کن ایاز، آن درخت را می‌بینی؟ فوری برو پای آن درخت و بایست تا هر وقت با صدای شمشیرها تو را خبر کردن برگرد. آن وقت شمشیرت را زیر درخت بگذار و خودت بیا. ایاز گفت اطاعت می شود. اسبش را تاخت کرد و از سلطان و امیران دور شد و رفت زیر درخت و منتظر ایستاد. در این موقع سلطان به امیران گفت امروز میخواهم به کمک هم یک مسئله را حل کنیم. امیران گفتند فرمان با سلطان است. سلطان گفت شما همه در چشم من عزیز هستید، اما باید یکی را در بین خود انتخاب کنید که به او اطمینان داشته باشید. شروع کردند به رأی گیری و یکی را انتخاب کردند و او کسی بود که صحبت‌های امیران را به سلطان رسانده بود. از همه سالمان‌تر بود و همه به درستکاری او ایمان داشتند. سلطان به او گفت تو نماینده 20 امیر هستی، بیا تا 100 قدم از بقیه فاصله بگیریم و کار خود را شروع کنیم. بعد سلطان به امیر برگزیده گفت نگاه کن، در آن جاده کاروانی می‌گذرد. من می‌خواهم بدانم آن کاروان از کجا می‌آید. با شتاب برو و خبرش را برای من بیاور. آن امیر رفت با سرعت خود را به کاروان رسانید و پرسید از کجا می‌آیید و وقتی فهمید بازگشت نزد سلطان و گفت کاروان از خراسان می‌آید و به مدینه می‌رود. سلطان پرسید نمی‌دانی چند نفر در کاروان هستند؟ گفت نپرسیدم. سلطان گفت بسیار خوب، همینجا بمان. بعد امیر بعدی را خواست و گفت آن کاروان را می‌بینی؟ می‌خواهم بدانم چند نفر همراه آن کاروان است. فوری برو و خبرش را بیاور. آن امیر رفت و از رئیس کاروان پرسید و پاسخ را فهمید و با سرعت بسیار زیاد نزد سلطان برگشت و گفت آن قافله از خراسان می آید. سلطان گفت نپرسیدی به کجا می رود؟ گفت نه. سلطان گفت بسیار خوب، همینجا بمان. سلطان امیر دیگری را خواست و گفت آن کاروان را می بینی؟ برو ببین به کجا می رود. امیر رفت و پرسید و نزد سلطان برگشت و گفت قافله از خراسان می آید و به مدینه می رود. سلطان گفت نمیدانی چند نفر هستند؟ گفت نمیدانم. سلطان گفت بسیار خوب، همینجا بمان. بعد امیر بعدی را خواست و گفت برو ببین آن کاروان به کجا می روند. امیر رفت و پرسید و برگشت به سلطان گفت آن کاروان به حجاز می روند. سلطان پرسید نفهمیدی مسافرند یا تاجرند؟ امیر گفت نپرسیدم. سلطان گفت بسیار خوب، همینجا بمان. بعد سلطان یکی یکی امیران را خواست و یکی یکی را برای سؤالی نزد کاروان فرستاد و بازگشتند و جواب سؤال را به سلطان دادند. آن وقت سلطان گفت حالا به اصل مطلب می رسیم. این شخص که برگزیده است حاضره و شما هم چگونگی کار رو دیدید. اینک شمشیرها را به هم بزنید تا ایاز بیاید. چنین کردند و ایاز که زیر درخت بود و از همه چیز بیخبر بود شمشیر خود را زیر درخت گذاشت و نزد سلطان برگشت و سلطان پیش همه امیران به ایاز گفت آن کاروان را می‌بینی که در جاده هستند و می‌روند؟ می‌خواهم بدانم از کجا می‌آیند، به کجا می‌روند. زود برو و خبرش را بیاور که می‌خواهیم حرکت کنیم. ایاز رفت و کمی دیرتر از بقیه امیران برگشت و گفت کاروان از خراسان می آید و به حجاز می رود.
سلطان گفت نفهمیدی چند نفرند؟ ایاز گفت پرسیدم. 170 مرد و 10 زن. سلطان گفت نفهمیدی مسافرند یا تاجر؟ ایاز گفت پرسیدم. کمی از آنها مسافرند که به حج می روند و بیشتر بازرگان. سلطان گفت چه خوب بود می پرسیدی دربارها چه دارند که به حجاز می روند؟ ایاز گفت پرسیدم. آنها پارچه های ابریشمی و فرش های خراسان و دیگ ها و ظرف های سنگی و پسته و میوه های خشک همراه دارند. سلطان گفت نفهمیدی کاروان چه روزی حرکت کرده است؟ ایاز گفت چرا؟ آنها روز 7 ماه رجب حرکت کردند و 2 ماهی که در راه هستند. 1 هفته هم در شهر ری برای خرید و فروش ماندند. سلطان چند چیز دیگر هم پرسید و ایاز به صورت کامل جواب داد. آن وقت بود که سلطان گفت بسیار خوب، شمشیرت کجاست؟ ایاز گفت زیر آن درخت گذاشتم. سلطان گفت برو شمشیرت را بیاور که می‌خواهیم حرکت کنیم. وقتی ایاز دور شد سلطان محمود به امیران گفت باید سخنی بگویم. دلیل دوستی مرا سؤال کردید و نتیجه آن را هم دیدید. شما 20 امیر بودید و ایاز 1 غلام. من یکی یکی شما را برای یک کار فرستادم و ایاز خبر نداشت، اما خبرهای شما ناقص و ناتمام بود. هر آنچه او تحقیق کرد شما هم می توانستید اما نکردید و پاسخ همان یک پرسش را آوردید. ایاز کاری که از دستش برمی آید را درست و کامل می کند. آیا توضیح دیگری هم لازم است؟ نماینده امیران گفت گواهی می دهم که حق با سلطان است و کسی که کار خود را هر چقدر کوچک باشد درست و کامل انجام دهد عزیز و گرامی خواهد بود. با تشکر که تا آخر ویدیو با من همراه بودید.